60 ساله‌ای بودن، دیابتی با درد قفسه سینه مراجعه کردن که رگ لیلیشون تنگی شدید بود، براشون باز کردیم و یک رگ LCX شون هم کامل بسته است. CTO هست که اونم براشون باز کردیم. اینجا کاته و کاملا بسته است، 100% این رگ بسته است. اینجا باید جریان خون برقرار باشه که خون تا اینجا پر شده، از اینجا بعد دیگه جریان وجود نداره. کاملا بسته بود رو وایرینگش انجام دادیم، بالون زده شد، جریان خون برقرار شد، استنت گذاشته شد. در این قسمت پستایلیشن انجام شد. برای که هیچ جریانی نداشت الان به طور کامل جریان خون برقرار شد و علائم بیمار برطرف شد. فرلا مثلا درد میکرد از گردنم، از بغلم، رفتم آمدم اینجا تعریف کردن، یکی گفت اینجا دکتران خوب هستن، آمدم پیش شما. حالا دیگه بعد آنژیوشون کردیم، دیدیم یه رگشون تنگی شدیده، یکیش هم کامل بسته است.